کده و دینا به سمت شما میرسانم و خیلی مختصر. هیچ کتابی از ادبیات سانسکریتی به اندازه پنجتن کرده و به زبانهای مختلف دنیا ترجمه نگردیده است. همچنین این اثر گذشته از تعداد کثیر ترجمه روایت‌های گوناگون هم دارد که دانشمندان تا 200 روایت و بیش از 50 برگردان آن را ذکر کردند. محض به طبق کله و دیمنه و ضمن بیانی بنر کشیدن این کتاب ذکر استاد رودکی در منابع قدیم آمده است که از چند لحاظ این قیدها حائز اهمیت می‌باشند. نخستین یادآوری در این که استاد رودکی کله دیمنه را به نظر کشید در مقدمه شاهنامه ابومنصوری میباشد که با اتفاق نظر محققان چون ملک الشعراء بهار، میرزا محمد خان قزوینی و زبیرالله صفا مقدمه مذکور در حال حاضر از قدیمترین نمونه نثر فارسی بوده. آن را بعضی پژوهشگران از اولین آثار نثر مکتوب فارسی به شمار آوردند. سال تألیف آن سال 957 میباشد که این در کتاب پرارزش علامه سید نفیسی در قسمت اندر آثار رودکی و تفسیر در بخش منظومه کله و دیمنه بسیار تحلیل ریزکارانه پی در پی و با اصلاح لفظهای متن فضیلت‌های این معلومات بیان گردیده. آیه بر رودکی و کله دیمنه بیان گردیده. خب همچنین استاد علامه سید نفیسی با تکیه بر این و دیگر منبع‌های که در زیر دست داشته است از چند جهت این منظومه را خیلی دقیقاً بشناساند که از جمله سال تألیف آن را 320 مصادف و 232 ترجمه منصور ابوالفضل بلعمی از روی متن عربی کله و دیمنه ابن مقفع صورت گرفتن آن و مطابقت این مقدمه با بیت‌های استاد رودکی بیت‌هایی که آغازش میگویند هر که نام گذشت روزگار نیز نام زدهش آموزگار تکرار معلومات‌های مقدمه شاهنامه در شاهنامه فردوسی و شاهنامه ثعلبی هم آمده است و روایت‌های بعدینه فارسی کله و دیمنه و تذکره در روایت‌هایی که به زبان فارسی وجود دارند و در تذکره‌های فارسی هم قریب عیناً آمده است که همگی در نوشته‌های دیگران درباره کله و دیمنه هم به تکرار آمده است که از آنها صرف نظر می‌کنیم. از آنجا که فردوسی کتاب خود را به احتمال نزدیک و یقین تنها بر اساس یک مأخذ مدون یعنی شاهنامه ابومنصوری به نظم آورده است، معلومات او درباره منظوم ساختن کله و دیمنه از همین مأخذ بوده و تفصیل‌تر در فصل گفتار اندر آوردن برزوی کله و دیمنه را از هندوستان در 137 بیت آمده است و در همین آغاز همین داستان این داستان از نام یکی از 4 راوی شاهنامه شادان پسر برزوی ازدوس روایت شده است. در داستان سرگذشت برزوی پزشکی شاهنشاه خسرو انوشیروان آمده است که او می‌خواهد به هند سفر نماید و برای دریافت آنچه از دفتر هندوان درباره گیاه بی‌مرگی خوانده بود و با حاصل نمودن اجازه سفر مشکلات راه و کوه گردیدن و نهایت با راهنمایی پیر خردمندی به درک رمز آن نوشته‌ها و سراغ کله دیمنه از گنجینه راه هند می‌شود که آن همچون دستور راهنمایی شخصان نادان در تفصیل حکیم هندی نادانان به حکم مردن که با گیاه دانش زنده می‌شوند و در آنجا محفوظ نگاه داشته می‌شود با شرط‌های خاص چون در حضور راه آن را مطالعه نمودن برزوی به حفظ آنچه می‌شنید و پس آن هر روز آنها را ثبت دفتر می‌کرد. خب نهایت موفق و انتقال این کتاب به دربار شاهنشاه می‌شود و با سپردن این گنجینه شاه از او به عوض این همه زحمت چه خواهش و آرزو داشتنش را می‌پرسد. پزشک دانشمند برای جاویدانگی نام و پیکار خویش آرزوی عجیبی می‌کند که برای شاهنشاه غیر انتظار بود.
یکی آرزو خواهم از شهریار که ماند ز من در جهان یادگار، که بنویسد این نامه بزرجمهر، شاید بر این رنج بر روی چهر، نخستین در از من کند یادگار، و فرمان پیروزگر شهریار. می‌رود و در آخر نویسنده از پیل چون خامه کرد، ز بر روی یک در سری نامه کرد. ولی غرض از همه این گفته ها در این مقاله تأکید چند مطلب است. پیوسته به استاد رودکی و اشعار او دارد. نخست از همه در سراسر شاهنامه از دو شاعر ادبیات ما، بار اول از دقیقه شاعر به خاطر 1000 بیت بازمانده از داستان گشتاسپ که ناتمام باقی گذاشته بود، و پس آن از استاد رودکی که آن هم به وسیله همین آوردن داستان کله و دیمنه از طرف برزوی در زمان خسرو انوشیروان یاد می شود. همه این محققانی که به این موضوع دست زدن همین الان شروع میکنن که کلیله و تازه شده از پهلوی و دوامش معلوم. ولی در بیت‌های پیش از این خوانده شده مفهومی افاده گردیده است که چند گره را از مسئله‌های مربوط به اشعار استاد وامی نماید. برزوی از شاه میخواهد که بزرگمهر حکیم به هنگام انشای این داستان نخستین در از من کند یادگار و به فرمان پیروزگر شهریار. و در ادامه میگوید نویسنده از کیر چون خامه کرد، ز بر روی یک در سری نامه کرد. واژه کلیدی این دو بیت در است که در فرهنگ‌های پیشین به جز معنی اصلی خویش در خانه و هر چیزه باز از 7 معنی دیگر هم برخوردار بوده. یک معنی چهارم آن است که بابی که در کتاب ها می نویسند. مرتب این فرهنگنامه در پاورق یعنی فرهنگ جهانگیری آورده است از فخرالدین گرگانی. کنون 10 در بخواهم گفت نامه و گفتاری که خون بار از بخامه. در ادامه نوشته است چنانچه کتابی در احکام دین زردوشت که مشتمل است بر 100 باب و یکی از موردان آن را 100 در نام نهاده و آن به نظر فقیر رسیده. زردوشت بهرام یعنی پنجدو گفته است همانگه که یکی در زیروستا و زن بخواند و برآورد بانگ بلند. و همین معنی را مؤلفان برهان قاطع و دیگر فرهنگ‌ها تکرار کردند. این مطلب در باب سبب نظم کتاب بوستان روشن‌تر به نظر می‌رسد. چون این کاخ دولت دقت کنید کاخ میگرد مثل چون این کاخ دولت بپرداختم برای 10 در از تربیت ساختم. 10 باب. یکی باب عدل است و تدبیر را نگهبانی خلق و ترس خدا و تا باب ششم باب میگرد و از باب هفتم و هفتم در از عالمی تربیت و هشتم در از شکر در عافیت، نهم باب توبه و راه ثواب، دهم در مناجات و ختم کتاب. خب در همان فصل منظومه کله و دیمنه استاد سعید نفیسی از 50 طرح در قوس آن را یعنی 5 در یا 5 کتاب نام میبرد که کاملا درست و با مورد است. و همین ملاحظه به ما امکان می‌دهد که بیت مشهور اثری توسی را از مناظره عرب و عجم در مورد مقدار ابیات استاد رودکی درست خوانیم که بار اول در مقاله استاد روانشناس سعدانشاه عمرانov چند ملاحظه از روی یک دلیل در صدای شب رقم 1967 و بعدا با نام تجدید نظر و مسئله مقدار شعر رودکی به چاپ رسیده و این واژه در شکل نادرست دور آمده.